My second message is regarding پیام دوم من درباره مهمیت محرم و روزه داشتن در روز عاشورا است. of Ashura. Our beloved پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم گفته اند in Sahih Bukhari, در صحیح بخاری جلد 4 حدیث 3197 ذکر شده است که پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم گفتند 1 سال 12 ماه است و از میان آنها 4 تاش مقدسند، 4 are sacred. 3 3 تاش پای همند: consecutive, ذوالقعده، that is, ذوالحجه، محرم و 4مش and more. رجب است. And the fourth is Rajab. A similar message. پیامی به همین مانند از جانب الله سبحانه و تعالی گفته شده است Surah Tawbah. در قرآن در سوره توبه سوره 9 آیت 36 که الله سبحانه و تعالی میگوید که شماره ماه‌ها در نزد الله 12 است در سال، از آن روز که آسمان ها و زمین ها را بیافرید و از آنها 4 ماه ماه‌های مقدسند 4 are sacred. And و این 4 ماه the 4 sacred, در صحیح بخاری ذکر شده است که that is ذوالقعده، ذوالحجه، محرم و رجب. پس در این ماه‌ها کارهای خطا یعنی گناه نکنید. Allah says اینجا الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیت 36 گفته ایستاده است که در این 4 ماه مقدس یگان کاری خطا نکنید. این معنای آن را دارد که اگر شخص یگان گناه کند در این ماه‌ها گناهش سخت‌تر است در این 4 ماه مقدس. in these 4 sacred months. And the good عملهای خوبی که شما میکنید ثوابی زیادتر خواهند داشت. پس مسلمانان باید در این ماه‌های مقدس زیادتر احتیاط کنند. آنها باید از گناه دوری جویند، مخصوصاً گناه‌های کبیره و این چنین همه گناه‌های خرد، all the minor sins too. و چقدر که توانند عملهای خوب اجرا کنند. Time will not وقت برای من کافی نیست تا همه آن عملهای خوب را ذکر کنم و چگونه که پیش spoke about من آیدی خوبی های ذوالحجه من 45 عمل خوب، فرضها، مستحب، دیگر سنت ها و غیره را گفته بودم. other sunnahs, etc. It is further mentioned باز هم در صحیح مسلم in Muslim. جلد 3 حدیث 2755 ذکر شده است که پیامبر محبوب ما محمد صلی الله علیه و سلم گفتند که روزه از همه مهمترین Important fast بعد از ماه رمضان of Ramadan, در ماه الله است، در محرم، اشاره به روز عاشورا است. Ashura. و از همه نماز مهم بعد از نمازهای فرضی نماز شب است. Night prayers این قیام اللیل، تهجد و وتر است. and the witr. It further mentioned باز هم در صحیح مسلم جلد 3 حدیث 2746 ذکر شده است که پیامبر محبوب ما محمد صلی الله علیه و سلم گفتند روزه داشتن در روز عاشورا 10 محرم the 10th of من به الله سبحانه و تعالی دعا میکنم که گناهان سال گذشته را ببخشد. the sins of the previous این معنای آن را دارد که اگر شخص در روز 10 محرم روز عاشورا روزه دارد همه گناهان سال گذشتهشان شسته می شود. be washed away. اما طبیعتا این گناهان منظور از گناهان صغیره هستند، نه گناهان کبیره. The major sins. That این معنای آن را دارد که از همه روزه مهم بعد از روزه فرضی رمضان این روزه عاشورا می باشد. but scholars اما عالمان، فقیهان فرقیتی نظر دارند. زیاد از آنها مهمترین روزه را روزه عرفه می دانند، زیرا در روز عرفه بغیر از گناه های سال گذشته این چنین گناه های سال آینده هم بخشیده خواهند شد. این معنای آن را دارد که اگر شما در روز عرفه روزه بگیرید 2 ساله گناه های شما شسته می شوند، سال گذشته و آینده. اگر شما در روز عاشورا روزه بگیرید تنها 1 سال گناهان سال گذشته شسته می شوند. sins are washed away. از این رو فقیهان فرقیتی نظر دارند. زیاده می گویند که روزه از همه مهم در عرفه است، کمی می گویند که روزه مهم روزه عاشورا است. اما در عموم همه در یک نظرند که روزه مهم بعد از روزه ماه رمضان در همین 2 روز عرفه و عاشورا است. در صحیح بخاری جلد 5 حدیث 3943 ذکر شده است که
ابن عباس رضی الله عنه Ibn Abbas, الله از او راضی باد روایت کرده است که peace with him, وقتی که پیامبر به مدینه رسیدند فهمیدند که یهودی ها در روز دهم محرم روزه میگیرند و از آنها پرسیدند که چرا شما در این روز روزه میگیرید؟ آنها گفتند که در این روز الله پیامبر موسی علیه السلام را و بنی اسرائیل را بر فرعون پیروز گرداند و پیامبر جواب دادند ما مسلمانان به موسی علیه السلام نسبت یهودی ها نزدیکتریم و او به مسلمانان فرمود تا در روز عاشورا دهم محرم روزه بگیرند. 10th of Muharram. It further mentioned. باز هم در صحیح بخاری جلد 3 Number 3, حدیثی number 2006 that Ibn Abbas ذکر شده است که ابن عباس الله از او راضی باد روایت میکند که او پیامبر را ندیده بود مگر با خواهش خیلی زیاد روزه داشتن در عاشورا و رمضان نسبت به دیگر ماه‌ها. and this month, that is the month of Ramadan. It further mentioned. اینچنین در سنن ابو داوود جلد 3 Sunan Abu Dawud, volume number 3, حدیثی 2445 ذکر شده است که آدمان به نزد پیامبر آمدند و گفتند که یهودی ها و نصرانی ها در روز دهم محرم عاشورا they fast روزه میگیرند on the 10th of Muharram, on the day of Ashura. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند سال آینده ما اینچنین در روز نهم محرم هم روزه میگیریم. It's mentioned در مسند احمد Musnad Ahmad, جلد 2 حدیثی 2154 ذکر شده است که پیامبر گفتند برعکس کارهای را کنید که یهودی ها و نصرانی ها میکنند بغیر از روزه داشتن در روز دهم محرم اینچنین در روز نهم یا 11 محرم روزه دارید. because of this, برای همین وقتی شما شرح صحیح بخاری را میخوانید حافظ ابن حجر اسقلانی میگوید که روزه در روز عاشورا 3 زینه دارد. is of 3 levels. The lowest پسترینش در دهم محرم روزه داشتن است یعنی روز عاشورا. دوم روزه داشتن در نهم و دهم محرم است of Muharram. و بلندترینش این روزه داشتن در نهم، دهم و 11 محرم است. این معنای آن را دارد که ما مسلمانان از همه این حدیث ها می آموزیم که محرم ماه الله می باشد، یعنی یکی از 4 ماه های مقدس می باشد. در این ماه ما باید عمل های خوب انجام داده از گناه دور باشیم و بهترینش این است که ما در 3 روز روزه بگیریم، نهم، دهم و 11 محرم. اگر که شما در 3 روز نمی توانید حداقل 2 روز روزه بگیرید، نهم و دهم یا دهم و 11 محرم. و اگر که شما 2 روز هم نمی توانید حداقل شما باید در روز دهم محرم روز عاشورا روزه بگیرید. Muharram on the day of Ashura. این بود پیام کوتاه عاید مهمیت محرم و روزه داشتن در روز عاشورا.